جایگاه و مقام مادر پیش بعضی از جوونا انقدی پایین اومده که مثلا دختره میزنه زیر گوش دوست پسرش، پسره صداش هم در نمیاد. شب میره خونه با چند تا پیام عاشقونه، همه مشکلاتشون حل میشه. اما اینا رو دیدم که میگم همون پسره میره خونه مادرش سرش داد میزنه، پسره جوری ارزندام میکنه که در و دیوارای خونه میخوان زبون واکنن. مشتید ما به اینجا رسیدیم نوکرتم. پس میگم سلامتی مادرامون که نه تکرار میشن نه تکراری. سلامتی هرچی مادره، چون از سلامتیش گذشت تا ما سلامت باشیم. با مرام آخه ما سلامتی مادرامونو از خدای خودمون میخوام، نه از پیک عرب. مشتید آخه حرمت مادر خیلی بالاتر از این حرفایی که ما داریم میزنیم. خاکتون دانیال.